دوستان عزیز، خوش آمدید به چینل استاد ترفن. امروز برایتان قرار آموزش بدم که چگونه چینل واتساپ بسازیم و چگونه ازش کسب درآمد کنیم. در قدم اول وارد برنامه انشاء واتساپتان میشه. در قسمت برای ها میایید، بالای سه نقطه بالا کلیک میکنید و اینجا ایجاد کانال میاد، ایجاد کانال میزنید و اینجا ادامه را میزنید دوستان عزیز. و اینجا بالا همین نام چینل تان انتخاب میکنید. من مثلا میمونم استاد ترفند و از اینجا میتونید که لوگوی چینل واتساپ تان انتخاب کنید. مثلا ما یک لوگو انتخاب میره و اینجا شرح کانال یا دیسکریپشن کانال تان قسمی که هر قسمی که دلتان بود مطابق موضوع چینل تان انتخاب میکنید. مثلا من نوشته میکنم، ما اینجا نوشته کردیم استاد ترفند. در این چینل شما می توانید با کسب درآمد از فیسبوک و غیره آموزش ها بپردازید. با ایجاد کانال میزنید و از اینجا منتظر میمونیم تا کانال ما ایجاد شود. چند لحظه منتظر میمونیم. خب میبینید که اینجا استاد ترفند کانالش ایجاد شد و شما از اینجا میتونید که چند مخاطبین تان میتونید که از اینجا برش لینک دعوت بفرستین. من فعلا این کارو نمیکنم چون برای آموزش اینطور فقط چی هستم. میبینید که چینل استاد ترفند اینجا چی شده و میتونید شما از این بالای لینک میتونید که لینکش کپی کنید و با مثلا در چینل اینستاگرام، در یوتیوب و در فیسبوک تان بانید که همی بینین چی همی طرفدارای تان در می چینل استاد ترفند در واتساپ اد کنید و چی همی چینل واتساپ که درآمد داره. مثلا اگر شما 10,000 سابسکرایبر رسیدید، شرکت های فروشنده کالا برای شما پیشنهاد میکنه که همین کالاهای مرا تبلیغات کنید در کانال خود و از این طریق برید پول میتم. خب دوستان عزیزی هم بود از آموزش ما. اگر از آموزش ما خوشتون آمد چنل استاد ترفند لایک و سابسکرایب کنید و تا از ویدیوهای بعدی ما هم با خبر شوید. الله یارتان.